هم یکیش دخترانه است یکیش پسرانه است که پسرانه یکم سنگین تره، دخترانه انگار هیچی توش نیست. فعلا پسرانه رو میذارم کنار، دخترانه رو باز میکنم. روش نوشته مثبت 3 سال، یعنی مناسب خودمه دقیقا، بالاتر از 3 ساله، یعنی از 3 سال تا 100 سال. حالا من نمیدونم چرا به اینا میگن گیفت باکس و جایزه و پولشو بابت چی دادیم، بابت کارتونش دادیم و نمیدونم. پر از خالیه. به به. از این خرس و گلای مسخره تو ولنتاین من ستودنیه واقعا. 4 تا دونه این چیزای خونه سازی توشه، خیلی با ارزشه. نمیخوام ناامید شم. اصلا کجاش دختران است این دیگه؟ چه کوفتیه؟ اوه دراگونه شمشیردار. یه سطل آشغال. سطل آشغالی که در نداره. مسئولین رسیدگی کنین، اینا برای کدوم کارخونه کوفتیه؟ تمام شد، هیچی دیش نبود. یعنی من میخوام بدونم سطل آشغال دخترانه است؟ این اجرای مسخره دخترانه است؟ این 4 تا خونه که هیچ کار نمیشه باش کرد دخترانه است؟ اشکال نداره. جمع ولش